دو چه کاره؟ هیچ کاری نه اینجوری خیلیتی چی گفته اینه ساعت برفته شده نه رفیقی گپینیه کینه؟ قرو قریریه خیلیتی جانجیرو میچی با همیته هلا هر کی به تا منطقه سراغ پرسون مرگری نگی که مکجیره بدیدون خوب چی چره؟ خود تو چی که داری برو آرم براد گپ نگن هر کی اگه گفت شطور دیدی بگو نه ندیدون خوبه شطور دیدی؟ یعنی من ندیدی من خبر از من نداری خود بی خبر من خطور بدیدم دیگه های رفیق اول تو نداری شطور به کجا بیده؟ شطور این دیگه؟ نه هر کی برو آرد نپویسی که گیره بدیدی کجا بود چه کار میکرد اصلا بگو یک ماه من چشمم کجی نفتاده خلاصی اخبار بگو سر کن به یک خوبه ایلا دل جمع باشون خوب شطور شما کجایی؟ شطور ما بقیم رشتون حالی برای شطور نگرده اگه گفته یعنی میگون شطور دیدی ندیدی من ندیدی خوبه عجیب بابا خوبه پخته باشو گیلا گوته دل جمع پخته باشم نامردی نکنی رفیق بری بربلایدی خوبه بابا هر کس دید هر کس من دید میگم تجیر گفته شطور دیدی ندیدی برا نه تو چی اصلا نه من ندیدی بگو خود از من بیخبر بگیر بفهمیدی من میگم تو بیخبر میگیرم شطور دیدی ندیدی برو هیچ کار هر کس من پوشی بگو من یک ما میشه که دیره ندیدی شطور دیدی 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 ندیدی این دیگه با چی گپه این خبر نه با چیه شطور دیدی ندیدی این چی گپه با بله این چی گپه شطور دیدی ندیدی چی میگی تو خود خودت گپ زده میری نه سکتو او به من گفته که این بار بس تاکید کن مگه است تو را زدم درختو میکنه تو این بار راسته است تو خب سکو او به من گفته اگه قسمه سری بدیدی انا بگو نه فلانی ندیدم بگو شطور دیدی ندیدی کی گفته کی گفته اگه قسمه سری بدیدی بگو شطور دیدی ندیدی چه کجیر به من گفته اکمر بدیدی میدیوید خب گفته کجی گفته گیلا گفتم او اگه مر دیدی انا بگو که کجیر ندیدم بگفتم کجیرش مثلا و اصلا تو بگو شطور دیدی ندیدی انا میتونی مجلس بخون ایلا گشته شطور دیدی ندیدی واسه چی مستکی گپا میزد کی هم کجیر بابا از می چی نماسته گفته اگه مر دیدی کسمسی دیدی بگو شطور دیدی ندیدی بچو چی رقمه البته یک چیز میزی بوجونده بوده کاری بکرده بوده دیگه کی با توی گپ زده بوده دست خیلی بود خود دست خیلی بوده پچری میجسته بابا توی گپ زده تو با گپ نمی بابا گو شطور دیدی ندیدی خب حالا تو کار افشا کردی مرتکه کی تو کار افشا کردی دیگه کجیر گو خب کجیر کو بگو تو گفتی من کجیر رو افشا کردی به من گفتی کجیر می گپ زده دیگه من نمیفهم تو چی میگی شطور دیدی ندیدی شطور دیدی ندیدی ایلا خدا نکنه که کلمه گپی هم بدن تو بفته که شاید تا دگه سالمی وقت می تکسره بگی بابا او بابا گو هم میگم که حیات هم نره خاطره شطور دیدی ندیدی راست میده که سعودی بودی ماما بله شطور دیدیم ندیدیم چی؟ شطور دیدیم ندیدیم یعنی چی شطور دیدیم ندیدیم؟ تو یعنی میگم شطور دیدیم ندیدیم خب او گفتک به من تو به اول خواستی یا نه؟ به اول خواستی؟ ها تو دهن خود خلی که بنجورمی ها که نخور که مریض میشی نه حالا به تحروم میزنی ماما شطور دیدیم ندیدیم یعنی چی؟ آخه شطور دیدی ندیدی یعنی چی؟ خب بابا او گو من چی میفهم یعنی چی کی گو؟ کی کی گو که شطور دیدی ندیدی؟ من به شما اینا میگم خود تو به من میگی یعنی من چطور کنم؟ یعنی او به من گفت اگه دیدی بگو من به مردم بگو خب شطور دیدی ندیدی؟ خب ها او گفتک من چی میفهم بابا من به سرکون گپتو نمیفهمم که تو شطور دیدی ندیدی شما سردل خیلی داره ماما حالا کجا میبری؟ که من میرم من شطور دیدی ندیدی با من مردم باید بگی
به سراخ میرم. خب برو شطور دیدی ندیدی من چی میفهمم که چی گپه چی طوره. خب کجیر گو. کجیر چی یعنی چی کار کرده بود چی شده بود؟ هیچی هیچی عراتین میشود گفته شطور دیدی ندیدی. به تو گفته که شطور دیدی ندیدی ها؟ خب گپه گفته همیشه به همه جا بگو. تا وقتی شما چیه ماما؟ تا وقتی ما گواره میفته که حال پاسو میشکنه تو چوکه میشی. ماما کمی به اینجوری بکنو. با اینجوری میا که خمالکم یک معنی بخوردی بیا پیشو که در میشکنه. حال میفته که با ما خون نه اختیار میشه. با خدای شما خون هم داریم. تو میفته که را بیا ماده شطور دیدی ندیدی. هی گردن همه بند باشه به سر امی زمین رو پا امی گروه نیاریم. خب امی برار من مرد امی نمیشه که یک سال تایی به پیش امینا بیاره. سلام علیکم رمضان مونده نباشی. بیا تو بیا خوب شطور بدیدم. بیا بده خیلیت کار دارم. بیا کار دارم. بیا من به تو کار دارم. بیا بگو خیلیت کجا میری؟ میرم امی تکمه که کار دارم. خیلیت؟ بله. امی برار مگیله چی گفته بودی شطور دیدی ندیدی؟ چه کار کرده بودی که گفتی شطور دیدی ندیدی؟ هیچی لالا رمضان شطور دیدی ندیدی همه یک گپ بشد من گله که بدیدم گفتم گله جو اگه شطور دیدی ندیدی گپ خلاص هم نه خوانان شطور دیدی ندیدی یعنی مثلا من یک دوزی بکنم تو مر ببینی بگیوش تو باشه که به جای نگی. این معنی از این گپی نه. تو از من بیتر میفهمی. خور به کوچی علی چپ نزن. راست خوب بگو چه کار کرده بودی؟ یعنی ما دوزیم گردن ببندی شیر مدر مینا به خونه اختلاط کردم میگفتم به زبان قدیم که مثلا یکی یک کاری میکرده دوزی میکرده مثلا دیگه اتفاقی میفتاده اگه میگفتم بگو شطور دیدی ندیدی. من میته بدر شدم به تک کوچه گله که بدیدم گفتم گله جو شطور دیدی ندیدی گپی نبود. نه زمان قدیم صحیحه گپ تو که زمان قدیم میته میگفتن سلام تو چه ماما گل احمد من روز که موتر خرید هر کس اگه اوش یولا باشه خب این میده خود ده تیر بشه اوش تو بدگه جای بفایده مثلا روش سیله بکری بخ مزنه که اوش تو باشه با باله مکه محل من موتر یعنی مکیر شد سلام علیکم خاله نداشتم که سوار شد سای بارگاه شده کجی جان بله سکو برادمه اگر یک دوزی موزی کردی های سکو مردی میترسن سکو مثلا یک دم یک دوزی موزی خدای نکرده بشی صبح طور به تعمیدی بگیرم میگه اونمه بابا مدر ممی گپ بزد من گفتم این گپی نیه خیره من میگفتم به زبان قدیم اگه اتفاق میفتاده گوی میجوندم گسپندی میجوندم کسپسی میدیدم میگفتم بگو شطور دیدی ندیدی همین گپ بیدم من همین بگفتم از زبان بریدی خود دیگه ما دوست شدم این گپ خوبی خاطر من از امی کار میترسون که صبح با لنگ برار من پیش نیایه ها دیگه برار من بیگونا و مسیحت یک دن بابا بلا بفته که بگی آن گیله کم بدیده مربوده خاطره که کجی جان تیار بشی که تو بی دست سگ نمیشینی به تعمیده. وای این حتما یک زیر کاسی نیم کاسی داشته ای تا گفتی بی دلیلی تا نمیگه با برار باز محل پیدا کنم پرسان کنم که چی گپ بوده.